Everybody stand up, shred this fear. Got the paper with the pen, let me make it more clear. To the boy who was broke and had to get the black money. To the girl who was loved but her mother was a nobody. و شانهای ضعیف و قلب لرزان نباید که بمانیم که شویم ما بدنام. در یک دهه گذشته در تاریخ خام بسته آینده‌های نامعلوم و تاریخ‌های پشیمان. Wake up, 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 wake up. امی مادرت چی کار است که نامزاتی را فسخه میکنه؟ نه شارنوال صاحب ملیازه اما پیرت من دیوانه نکن. باور که در روزای اول قدر زحمات متحمل شدیم که اصلا در زندگی فکرش نکرده بودیم. تو بیاتا دی کاغذ ایمیل آدرس های بعضی کمپانی ها را گرفتیم. اگه برش ایمیل میکنی خوب است هیجابانش. او بچه نام همون کمپانی چی بود که آجی صاحب امرش گپ زده بود؟ نمیفهم. دمی کاغذ نام کمپانی ها رو نشته کردیم. تو بی دمی هست. بچه پدر چطور شد پیداش کردی؟ اینو بر شمیل روان میکنم. ایمیل روان میکنی درست است. اما باید از نزدیک بریم امروز گپ بزنیم. هنوز وقت است. یک کم حوصله داشته باش که یک دفعه از طرف از او جواب مثبت بشنویم بازی کار بعدی است. میریم از نزدیک امروزشان میبینیم و گپ میزنیم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام. صدای من میشنوید دگروال؟ بله میشنوم رئیسه. دگروال صاحب خیرت خواه است. کجا هستی؟ من پیشتر تلفن کردم تلفن من نبرداشتی. ببخشید رئیسه در موتر بودم صدای تلفن نشنیدم. امر کنید صاحب. خواهش است. خواستم ازت پرسان بکنم دگروال صاحب. محفل که امشب بچهای پاپ در آن انداخته بودن خبر داری؟ بله رئیسه. امیال ما در منطقه که محفل از قرار دارم. دگروال صاحب در این محفل نجیب لیوال اشتراک کردن و کسی که این محفل برای انداخته همیشه دستگیر کنیم. بیخی صحیح رئیسه فهمیدم. دگروال صاحب در این اصد توجه جدید تا میخواهیم. بهترین موقع به دست ما آمده. باید از این موقع استفاده بکنیم. رئیسه از این نگاه بیخی بیغم باشین. ما امیال 4 اطراف خانه را محاصره کردیم. بس تشکر دگروال صاحب. دیگه مزاحمتان نمیشم. اگه چیز ضرورت داشتیم برام تلفن بکن. حتما رئیسه. با امید موفقیتتان. چه زمانه بود که روز و شبی نداشت، چقدر تحمل کرد سوز و غمی را کاشت. سقط میکرد مادر نوداد جنینش تا که هیچ وقت نمیدید اولاد جدیدش که تولد شوه و نامش به دل بانه. همیشه هم بهتر نامش نجیبانه. خیلی کم پیش آمد وصیتی آسان، بچه کم کی نکرد اذیت و آزار. روزانه تنها بود لالاییش میگفت وقتی که خو میکرد کاراییش میشست. یخ بود و برخت دستر برف و باران و قابل گریانش بزن هست بیاران. شیرش تحمیل میکرد کدی یک نان خوش که چی از بچه داشت و دل ارمان خوش. بالاخره شد بعد از سالا و مکتبی کارایش جد کرد گفت حرام را تبی. برا مقبول کرد قدامت پشتیبانت بنا باشی جدا و خوشی آمد که نا وقت میکرد نشد سراسر تشویش. به کارای خود میکرد نمادم تشویش.
سوخت است اعتمادش داره اعتمادش از چی بدی بدید نمیکد و اعتنادش با همه دقدقش خوب میکد پرورش آزادش میماند و نمیکد سرزدش وقتی بچه کلان شد صاحبی کلان شد دید که برعکس به جان خود بلا شد بچه هر خلاقی چی میدید بشه داخلش مادر داغ بدش ولی تا آخرش بچه تا که تا نیست مادرش تامیست دکت چه کونه بچه شده یا کتابیست مادر بالای کشه حالا دقیشه بچه که خیلی زد نشاند نالایک میشه مادر میخواست وقتی علم شب و سختی در جانش میاید گله نکنه از وقتش اینکه با کمترین خواهش از جوان خوابش جواب رد میشنوه پیش نگاه کنه کارش وقتی میشد به بار این جوان بکار مادر باب تابی و نالشم بماند به ناله بچه بخنک و از دیگته وگر نمیبینی حالا رو صحبت دیگته یک روز مادر پیر پیش آمد خوشحال و با مستی گفت که بچه پیش از مرگم هست و مشتاق آرسید مادر که اصلا انتظار نداشت من خود نابچه بچه مثلا دستانش من خود تا از جا خست در حالی که برآمد و به صحبتی دوزد مادرش نهایتی به حرمتی چه خدا نصید از آقابت باز میخواست نفرین کنه ترسید از عاقبت چقدر خوب است زهر بنیاد و فرشته برای هستی یک بنیاد و سرشت است بازم شروع شد غم و خستم و گریان داری یک گوشه شش میمیرم چه دلی بریان داری یک تا تو تر شد زنگی آمد بر تلفن جواب داد و یکی بدش گفت که دل خون بچه تکت کده و خطا گفت حالش خراب است نفر گفت که متاسفم جانش خلاص است دنیا دیگه شد سرش قیامت همیشه از دو خبرهای بدبرش میامد و طفل خون حالی شده تنش به حالت همیشه از دو خبرهای بدبرش میامد کردی کدام معلومات دربارش پیدا کردی یا نه؟ نه هر کسی که پرسان میکنه من نیدم. چی شد تی دخترال کجا رو بپاله؟ هیچ نیفهم. مالک صاحب از آمدنتان بسیار خوش شدم مگه علت آمدنتان رو نفهمیدم در اینجا. قماندان صاحب علت آمدن ما ایست که یک خوارزاده همراه یک گروپ جوانا به نام بیدار شوید همکار است و تا جایی که من خبر دارم شما همراهشان از طریق سایت گلوبالستان آنلاین هم هستین. اونا خواستن که این موضوع جریان به من بر شما بگویم. و دیگه ای که اونا میخواین که همراه شما از نزدیک ببینن. خب او گروپ از خوارزاده خودت است ملک صاحب؟ نه خیر قماندان صاحب او گروپ خوارزاده نیست فقط خوارزاده همکار از اوناست. ملک صاحب او سفید ماستی کلان ماستی محترم هستی اما خفه نشی. من نمیخوایم که تو گروپکات دید و بادید کنن. اینا هم دست هستن با دولت با یک اشاره دولت 20 چرخ میزنن. امروز هر کس سعی کو یک دفتر واکده به نام از اینکه مسئول هم بیاره. لیول پاسون زنگ نزد تو بری زنگ بزن که کدام گپ نشده باشه. درسته سه چند دقیقه صبر میکنیم. اگه خودش زنگ نزد باز من خودم زنگ میزنم برش.
بعد من خودم زنگ بزنم برش. تمانا؟ اینجا پلیس نیست چی میگن؟ نمیفهمم. لیوا شاید کدوم انتاری اومده باشه. انتاری نیست چی میگن؟ لیوا بیاک پیش نجیبشون بریم. کنجا چی گپ است؟ تو دیوانه شدی؟ با جایی که بگی بریم از اینجا میگی بریم پیش نجیبشون؟ خیلی چطور میشن؟ پناهشون به خدا. بعدا یک کار خواد کردم. Give you a chance to cover your worst flaws. Cause I'm an Afghan with 1,000 years background. Up to you in my way with my style. If life is a game, then I pass a rough course. You better pray for your life, down now it's your time. You can't even think of what I planned now. Gonna kick you out with your damn thoughts. You better keep in your mind you that it's my turn to turn you to a psycho. Roll up on my block, I'm a real one. Shifters know how to stop. When I call him out, 20s and the 50s and the 100s on the streets. Never will I stop this. Roll up on my block, I'm a real one. Shifters know how to stop. When I call him out, 20s and the 50s and the 100s on the streets. Never will I stop this. If you still think the Afghans are bull, then what up, dog? Why you cupping my If I use this mind, not even God but save your life. You killed me once and you think how I'm back. That isn't my end, that's why I was born twice. I ain't just a dead that you wiped me out. Not even pure did you blow me out. I'm like a pain in you. To avoid, you gotta cut me out. Turn the damn page and go to your damn past. You raise the fast lane, you damn to crash last. Face to face, look at the monster you made me. Take your last chance, I'm done, the room hates me. Roll up on my block, I'm a real one. Shifters know how to stop. When I call him out, 20s and the 50s and the 100s on the streets. Never will I stop this. Roll up on my block, I'm a real one. Shifters know how to stop. When I call him out, 20s and the 50s and the 100s on the streets. Never will I stop this. قماندان صاحب خیرت با شما چطور آمدن؟ ما امر دستگیری تو نداریم. دستگیری؟ اما ما چی کردیم؟ وقتی که شما دوزه رفتین باز میفهمین که چی کردین. افراد همشون رو جمع کنین ببرین. قماندان صاحب اول گناه ما رو بگو بعد از روزه ببر. بدون اینکه ما کام گناه داشته باشیم با کدام وقت شما اومدین ما رو به روزه میبرین. تو اول گپت درست بزن. ما تا ثبوت نداشته باشیم کسی رو دستگیر نمیکنیم. بله. سلام پونس جان چی حال داری؟ اتل جان خوب است؟ پرسان نکه بچیم که اوضاع بسیار زیاد خراب شده. خیرت باشه چی گپ شده؟ چرا قبر خطاستی؟ تو بود که طوفان همراه یک تعداد انیواله دیگه ما یک محفل خرد گرفته بودم. هدفشان این بود که مردم و مطبوعات با صداها و آهنگاشون آشنایی پیدا کنه. موترش شده بودم چند دقیقه تیر نشده بود که یک دور تا خانه رو محاصره کردن پلیسا. نجیب و عطل و یک تعداد انیواله دیگه ما دستگیر کردن در موتر بردن همراه خود. اوه بچه همیشانه بفهمون کمرایشان غرض نگیره. شاید کدام سوی تفاهم رخ داده باشه. ما حالا از اینجا بر آمدیم. روان هستیم تمنا رو امرای ما میخوایم برسونمش خانهشان. خب تمنا امرایت است. سلام بگو که تشویش نکنه. یا هم سلام میگه. علیکم سلام. حالا بچه تو همه در او حالت ماندی خودت فرار کردی. امرایشان میبودی کدام جنگ منگ نکنه. پرسان نکو بچیم. هیچ نمیفهم که همه هیچ مغزم کار نمیکنه که چی کنم. یک فکر به حالش خواهد کردیم. خوب برو مزاحمت نمیشم. باز برم اول بتیم. خود سعیس. خداحافظ.
میبخشین آمر صاحب جنایی. آمر صاحب هستن؟ آمر صاحب در این وقت شب چه میکنی؟ میخواستیم امرشون صحبت کنیم. حال نه وقت شب است. آمر صاحب دوزه نیست. سلام مادر. ولیکم بچه مونده نباشی. زنده باشی مادر. پدرم کجاست؟ اصلا اینجا خیریت هست چرا؟ خیریت است. پدرم کار داشتم. سلام پدر. سلام علیکم. خیریت است بچیم. چرا قدر هنگراخت بریده؟ گپ از خیریت دیر است پدر. بشی. خوب بچیم. بگو که چی شده؟ امشب هم سینفیایم نجیب طوفان یک دو دادنی والا دیگه یک محفل خرد گرفته بودن. باز دوم محفل مرام دعوت کرده بودن. محفل چی بود؟ محفل موسیقی رپ بود پدر. در کجا گرفته بودین محفل؟ در خانه خود از هنرمندا. خب رعایت بدین رنجرهای پلیس ما دور تا دور خانه رو محاصره کرد. کدام خانه رو محاصره کردن بچه؟ همون خانه را که داش محفل گرفته بودیم. باز بسان دیدم که نجیب و طوفان یک تا اندیوالا دیگه ما رو گرفتن که خود بردن. حال نمیفهم چی کنم. من خواهد اول گفته بودم براتون که حدی کارهایتان صرف نظر کنید. حالا پدر جان این محفل ما به این کارا چی تعلق داره؟ او خو یک محفل موسیقی بود خلاص. بچم توی گپا رو نمیفهمید. دولت در تعقیبشان بود، از موقع استفاده کرد، دستگیرشان کرد. حالا زابط صاحب ما چی گناه کردیم که بدون سوال جواب ما رو در زندان میبرین؟ این سوالات امرای مقامات بالا باز مطرح. با چه خبر؟ با ما فقط امر شد. چقدر وقت میشه که وسیله درک است؟ عمر صاحب کمتر از 24 ساعت میشه. در این خانه بدون خودشان دیگه کی از زیاد رفت آمد داشتن؟ عمر صاحب تا جایی که من در جریان هستم و قدر اینجا کس رفت آمد نداره. اونا رپر هستن و ما با خاطر آمادگی یک کنسرت اینجا رفت آمد میکنیم. سربازا شما چهار طرف خانه را خوب به دقت تلاشی کنید و کوچکترین چیزی که غیر معمول باشه جمع آوری کنید. خوب مادر جان، شما امرای کسی خصومت شخصی دارین و یا هم کسی مستقیم یا غیر مستقیم شما را تهدید کرده؟ عمر صاحب ما که دیگه از خصومت دشمنی نداریم، نه از طرف کسی تهدید شدیم. برای بار آخر چی وقت دخترتان دیدین و چیزی که نگرانشان کرده باشه براتون گفته؟ به بار آخر دیروز دیدمش و بسیار ورخت خداحافظی کرد و اینجا آمد. همون چیزی که او را تهدید میکرد او را به من نگفت. شما چی واسه میشین؟ ما دوستای واسه طوفان هستیم. ما رو تا کنسرت دعوت کرده بودن. این عمر صاحب یک توگمه پیدا کنیم. شما بالای کس شک دارین؟ نه خیر نه عمر صاحب. شب صبح شد ولی هنوز نجیبشون اعلان نشدن. اگر کدام مسئله جدی باشه من فکر نمیکنم که قدر تو تاثیر باشه. باید یک چاره پیدا کنیم. رفیقا نمیشه همراه یک وکیل گپ بزنیم؟ تو کدام وکیل میشناسی؟ تاریخ کارم به کدام وکیل بند نشده و حالا باید یک وکیل بشناسیم. مگر با ما یک سوال پیدا شد. چطور کسایی که در محفل بودن همشان گرفتار شده؟ چی گپ بوده میتونه؟ بچه آرام باشین که وقت خبر است. شب گذشته یک محفل رپ زیر نام رد مرز و بیدار شوید که از دو گروه مختلف از موسیقی رپ یا و اتحادیه جوانان است ترتیب داده شده بود.
اما کسانی که در این محفل حضور داشتند توسط حوزه مربوطه دستگیر گردیدند. جزئیات بیشتر تاکنون افشان نگردیده، ولی گفته می شود که هدف از این دستگیری به خاطر گروه بیدار شوید یا اتحادیه جوانان نجیب و 2 همکارش بوده که مصروف دسیسه سازی به ضد دولت بودند و همچنان شاعر جوان و محبوب کشور نیز که طوفان حالا نام خبر دارد همه دیدن و در جمع شنیدن. آنها اتحادیه ما برنامه خواهد شد. تو متوجه بودی؟ هیچ نامی از نیوال گرفته نشد که با هم دستگیر شده. تو چی فکر میکنی؟ به نظر وام امروی نجیبشان خواهد بود؟ معلوم داره که امروی شف دیگه کجا باشن؟ هر دویشان یک جای بودن. اگر امرویش نمی بود یا خودش میامد یا یک زنگ میزد، باز از ما که خود نجیب برش نزدیکتر است. چرا که هر دویشان دوست خوب هستن. به نظر من پدر دیوار شاید یک چاره بتونه او را آزاد کنه. اول خوب فکر نمیکنم کدام اقدام میکنه. اگر بازم کدام کاری کنه تنها بچه خود آزاد خواهد کرد. باز کسی دغم کسی نیست. نه، من پدر لیوالا میشناسم. او یک قسم آدم نیست. بازو تمام دوستای لیوالا میشناسه. خیلی بیاین یک بار پیشش بریم که چی میگه. فعلا منتظر میمانیم. شاید خودش یک کاری کنه. ببخشی بیادر، نگفتی که نام چیست؟ نام من طوفان است. شما را به کدام جرم اینجا آورده؟ نمیفهمم. نه کدام جرم را مرتکب شدیم، نه کدام گناهی را که ما بندی شویم. خیلی چرا اینجا آوردی تو نه؟ نمیفهمم. شاید اشتباهی ما را اینجا آورده باشه. ای بچه دیگه چیت میشه؟ ای هم صنفی دوره پانتونم است. فعلا چی کارو بار میکنین؟ کدام کار مشخص نداریم. ای هم صنفی یک دفتر اتحادیه ساخته که در کارهای زمون مصروف است. و خودت؟ ما هم کدام وظیفه ندارم، اما با شعر شاعری زیاد علاقه دارم. بعض اوقات شعر نوشته میکنم. گفتی ای دوستت اتحادیه ساخته؟ نگفتی که نام اتحادیهش چی است؟ به نام اتحادیه جوانا است. میخواه برای اصلاح سازی در مقابل افراد دولتی و اصلاحات ادارات مبارزه کنه. خودت با کدام جرم بندی هستی؟ من جرم نه که بسیار جرایم زیاده مرتکب شده. چقدر وقت میشه که اینجا بندی هستی؟ بسیار زیاد وقت میشه که اینجا هستم. شاید که دمی روزا رها شوم. مگم نگفتی که با کدام جرم اینجا بندی هستی؟ جرایم من بسیار زیاد است. قصای من بسیار دور و دراز است. امی که حساب تو معلوم شد، باز تمام قصه را برات میکنم. عامر صاحب، نجیب شوهرم است. میخوایم یک بار ببینمش. برای فعلا اجازه نیست، به خاطر از اینکه او در اتاق تحقیق است و فعلا تحت پاسپورت قرار داره. تحت پاسپورت؟ به خاطر چی عامر صاحب؟ او چی گناه کرده؟ تنها شوهر شما نیست، چندین نفر دیگه هم است که دستگیر شدن. ما بدون ثبوت هیچ کس دستگیر نمی کنیم. حتما کدام گناهی کرده که در اینجا چکر میزنه. این چکرها به شما مبارک باشه. شوهر ما به ضرورت نداره. چرا واضح گپ نمیزنی؟ بگو که چی گپ است ما بفهمم. برای ما چیزی که امر میشه ما همون کار میکنیم. تا حالا ما هم خبر ندارم. هر وقت که معلوم شد باز تام خواد فهمیدیم ما. خیلی به خاطر چی اینجا شیشتی که از این چیز خبر نداری؟ با گفته شما تنها شوهر منه، بلکه چندین دوستای دیگه مرام آوردین. گناه اینا چی بوده؟ این زبان است یا پره آسیا؟ فکر میکنم که این محفل سر شما بسیار تاثیر زیاد کرده. منظورت همی است؟ به خاطر که محفل گرفته بودن اینجا هستن؟ همین گناهشان است؟ خانم، صدایت در کنترل خود داشته باش. این جوزه است، کوچه نیست که تو سر مقال میکنی. معذرت میخوایم. کدام گپ نیست. فعلا ما کار داریم، میخوایم به کارهای خود رسیدگی کنیم. ما به کدام شوق اینجا نامدیم. میخوایم بفهم علت آوردن شوهرم و دیگر دوستایم به خاطر چی هست. ببینه نمشیره، تو تا حالا شوهرت نمیفهمی باز پشت دیگرها را گرفتی.
درست است. از اونها هیچ پرسا نمیکنم. از شوهرم بگو او چی کرده؟ گفتم فعلا نمیفهمم. عامر صاحب، شوهر من دوست از نیک قمارباز، نیک و بدماشه. شکر خدا همراه کس دشمنی هم نداره. پس گناه او چی است که در زندان آوردینش؟ یک قسم آدم ها پیشوریتان مستی میکنن، شما آمدین یک بیگناه را آوردین. من میخوایم شوهرم ببینم همین لحظه. شما به ما یاد ندین که چی کنیم چی نکنیم. ما خودمون وظیفه خودم میفهمیم. تحقیق هنوز خلاص نشده. هر وقت تحقیق خلاص شد باز میتونی که شوهرتان ببینیم. چند ساعت تحقیق جریان خود داشت؟ خدا چی از زن شدیدی بود. خوب شد که از این جنجال خلاص شدیم. Everybody stand up, shred this fear. Got the paper with the pen, let me make it more clear. To the boy who was broke and had to get the black money. To the girl who was loved but her mother was a nobody. و شانهای ضعیف و قلب لرزان نباید که بمانیم که شویم ما بدنام. در یک دهه گذشته در تاریخ خام بسته آینده‌های نامعلوم و تاریخ‌های پشیمان. Wake up, 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 wake up.